سلام بچه، امروز اومدیم اولین ویدیو رو توی یوتیوب. امروز اومدیم که آموزش گرفتن هر تفنگی که بخواید گلد کنید رو آموزشش رو بدم و تو دایماندی کردن آموزش توی ویدیو بعدی آموزشش رو میدم. و حتما لایک، کامنت و سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم پیامش بهتون، خبرش بهتون برسه و حتما کانال رو دنبال کنید و اگر دنبال کننده و به 300 نفر برسه برید زود 300 نفری که برسه یک ویدیو میذارم که در مورد 300 نفر باشه که توی اون اکانت لجند داره لو میده. یعنی چی؟ یعنی یه اکانتی بهتون نشون میده که لجند داره. اگه 300 نفر دنبال کننده داشته باشه اون اکانت به شما میده و میتونید ازش استفاده کنید. به هر کسی که چی میگن توی کامنت ها نشون میدم و اولین نفر که اون رو ببینه میتونه بردارتش و ازش استفاده کنه. بعدش اون اکانتی که اونجا توی کامنت ها نوشته بودم رو اگر یک نفر ببینه بعد اون یک نفر پاک میکنم چون که کسی دیگه نبینه. پس حتما کانال رو به 300 نفر برسونید و برید سراغ طلا کردن هر تفنگ خواستید یا گلد کردن. بهترین راه برای گلد کردن تفنگ تو بخش مولتیه. البته خوبه در چیزی بود خدا فرامید برای بخش تفنگ ها و این بخش و شما برای باز کردن تفنگ گلد کردن تفنگ 6 مرحله دارید. این 6 مرحله رو انجام بدید باز کنید. ببینید مثلا طرح‌های اگه طرح‌هاشو همه طرح‌ها رو این 6 مرحله رو باز کنید میتونید گلد رو باز کنید. ببینید من همه‌شو رو باز کردم. همه‌شو رو ببینید موردهایی که داره اگه اونا رو انجام بدید این طرح‌ها رو باز میکنه. اگه انگلیسی بلدید که میتونید بخونید خیلی راحت. اگه انگلیسی بلد نیستید میتونید از راه گوگل یا برنامه دیگر ترجمه کنید و اون موردها رو انجام بدید. و حتما این رو بهتون بگم که هر تفنگ که هر ردیفی که ببینید 6 ردیف داریم دیگه. بعد 6 ردیف با هم موردهایی با هم فرق داره. موردهایی که داره برای توپ باز کردن طرح‌ها با هم فرق داره. موردهاش مثلا شاتگان اتصال این مثلا با اسنایپ فرق داره تلاش کردنش. این 6 مرحله نه ها اون موردهاش با فرق داره. توی ترجمهش کنید و چی میگن و گلد کنید اسنایپ هم باید دارم. خب و از این راه میتونید به راحتی گلد کنید و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو بعد خدا نگهدار.